در مجلسگاه دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در شهر خوجند به نام اکادمیک محمد اوسیمی با تشبث مرکزی ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در همکاری با ریاست معارف ولایت سوخت سمیناری آموزشی برگزار گردید. سمینار با اشتراک نمایندگان مرکزی مذکور و نمایندگی آن در ولایت سوخت، اینچنین مسئولین ساحه معارف، آموزگاران و تبلیغگران روند امتحان‌های مرکزانیده شده برگزار شده. هدف آن بلند برداشتن سطح دانش اشتراکیان از ترتیب و قاعده‌های امتحان سپاری میباشد. ضمن برآمدها تاکید شد که با دستگیری همیشگی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مرکزی نمبر سال 2014 تأسیس یافته، هدف اساسی آن تامین شفافیت و عدالت در روند داخلشوی به مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی بوده، اینچنین برابر حقوقی در اساس دانش و قابلیت را به تنظیم درآورد. گفته شد که در طول بیش از 10 سال فعالیت این نهاد برای ده‌ها هزار ختم کننده مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شرایط مساعد فراهم آورد تا در اساس دانش و قابلیت خود به مؤسسه‌های تعلیمی داخل گردیده صاحب کسب و اختصاص شوند. در جریان سمینار اشتراکچیان با مقصد و وظیفه‌های مرکز ملی تستی، مضمون و محتوای امتحان‌های مرکزانیده شده، مرحله‌های گذرانیدن آن و ترتیب به قیدگیری داوطلبان به طور مفصل شناس گردیده و سوال‌های مطرح شده پاسخ‌های مشخص گرفتند. در کورس شناسایی وابسته به اون نوگانی‌هایی که در سال جاری وارد نظام امتحان‌های مرکزانیده داخل شوی گردید، ترتیب انتخاب اختصاص‌ها، تعداد مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه یا عالی کسبی جمهوری تاجیکستان که به نظام امتحان‌های مرکزانیده داخل شوی شامل گردیدند، نامگوی اختصاص‌ها، ترتیب دادن امتیازها، نامگوی امتیازها، همه معلومات‌هایی که مربوط به نظام امتحان‌های مرکزانیده داخل شوی میباشد در کورس امروزه آموزشی برگزار کرده میشد. همساله با مقصدی فرا گرفتن تعداد بیشتری ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت با پیشنهاد ساختارهای محلی معارف از حساب آموزگاران صاحب تجربه تبلیغگران به آموزش جلب کرده می‌شوند. از جانب مرکز برای آنها شکل‌های گوناگون تعلیم اینتراکتیوی، مواد چاپی و الکترونی، اینچنین دستور اطلاعاتی و متدی راهنمای داوطلب آماده و پیشنهاد می‌گردد. اطلاع داده شد که ماه ینور در 2 سطح و ماه فوریه در سطح مؤسسه‌های تعلیمی آموزش‌ها برگزار می‌گردد که در آن خصوصیت‌های روند امتحان سپاری، طلبات و قاعده‌های مقرر شده و مسئله‌های به قیدگیری داوطلبان به طور وسیع شرح داده می‌شوند. امروزها در منطقه یا که در ولایت سوق با نظرداشت تعداد عمومی ختم کنندگان در به استثنای شهر گلستان، بوستان و استقلال دیگر در تمام شهر و ناحیه‌های ولایت سوق به نقشه گرفته شده است که نقطه‌های به قیدگیری اساسی و سیار تشکیل کرده شود جهتی از قید گذراندن داوطلبان. البته پس از به قیدگیری به انجام رسیدن وابسته به شماره داوطلبان از قید گذشته تعداد یا که مرکزهای امتحانی انتخاب کرده میشن. البته انتخاب پیشکی مرکزهای امتحانی معین است که در 6 شهر و ناحیه ولایت سوق از جمله شهر خوجند، شهر اسفره، شهر کونیبادام، شهر پنجکین، شهر استرافشان، ناحیه باباجان غفورов به نقشه گرفته شده است که مرکزهای امتحانی تشکیل کرده شود. نقطه مهمی که ما باید تاکید کنیم در نظام امتحان‌های مرکزانیده داخل شوی اینه که تنها دانش، عقل، ذکاوت برای داخل شدن داوطلب کمک میکنه. با اطلاع مسئولین دور دوم کورس شناسایی از 29 تا 30 ینور سال جاری در ریاست و بخش‌های معارف شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت برگزار گردیده، دور سوم آن برای ختم کنندگان صنف‌های 9 و 11 در دوام ماه فوریه به واسطه در مؤسسه‌های تعلیمی به راه مانده می‌شود. طبق نقشه چهاربینه‌های مرکزی نامبرده عاید به تشکیل و برگزاری امتحان‌های داخلشوی برای سال 2026 از 2 فوریه تا 6 مارس سال 2026 در برابر سمینارهای آموزشی در دور سوم واخوری کارمندان موقتی نهاد بالازیگر با آموزگاران، ختم کنندگان و پدر و مادران در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت پیش بینی گردیده است.